میدونی فرق آدم پولدار و آدم ثروتمند چیه؟ آدم پولدار شکمش سیره ولی چشماش گشنه است، ولی آدم ثروتمند چشم و دل سیره. آدم پولدار چشم دیدن بالا اومدن دیگران رو نداره، ولی آدم ثروتمند دست میگیره. پولدار بهش رسیده ولی آدم ثروتمند به بقیه میرسونه. پولدار ترس داره، با استرس زندگی میکنه، ولی آدم ثروتمند سرشو راحت رو بالش میذاره. آدم پولدار شاید جیبش پر باشه ولی آدم ثروتمند پشتش پره. ثروتمندا زندگی میکنن، از زندگیشون لذت میبرن، آرامش دارن، محبوبن. اگر نظر منو میخوای دنبال ثروتمند شدن باش، نه پولدار شدن. روش پولدار شدن رو خیلی جاها بهت یاد میدن، ولی من بهت یاد میدم که ثروتمند زندگی کنی. اگر واقعا